سلام دوستان عزیز، امیدوارم که جور و صحتمند و سرحال باشین. باز هم خوش آمدیم به یکی از ویدیوهای آموزشی ما از بخش زبان انگلیسی. جلسه ششم که ما در جلسه قبلی راجع به ضمایر فاعلی معلومات کامل حاصل کردیم و همچنین به این جلسه ما درباره افعال کمکی یا فعل‌های کمکی که ما در زبان انگلیسی استفاده میکنیم با ضمایر فاعلی استفاده میکنیم و چه تاثیرات اینها در ساختن کلمات داره بحث خواهیم کرد. اولا که دوستان عزیز، افعال کمکی به انگلیسی میگم helping verbs یعنی افعالی که کمک میکنن برای ساختار جمله. اینها در خود معنای مستقل ندارن ولی برای ساختار کلمات، ساختار جملات استفاده میشن و معنای جمله ساخته و کامل میسازن. برای مثال میگیم که I am a teacher. در اینجا I فاعل ما، ضمیر فاعلی ماست. am که است به عنوان فعل کمکی استفاده شده. a teacher هم مکمل و تکمیل کننده جمله. پس در اینجا ما میگیم که فعل کمکی فعلی است که خودش به نفس خیش معنای کامل و مستقلی نداره ولی برای ترکیب به جملات و کلمات دیگر یک استفاده بسزا و استفاده موثری داره. خب ما در بخش helping verbs خود auxiliary ها هم داریم که helping verbs یک شاخه از خود همو auxiliary ها یا افعال کمکیه که به جلسه های بعد و درس ها که در حد متوسط بشه درباره auxiliary ها معلومات بیشتری حاصل میکنیم. و در این قسمت ما helping verbs به سه بخش تقسیم میکنیم، به سه بخش مهم و اساسی که یعنی در ساختار جملات به ما کمک میکنه. اولا to be verbs، دوم to have verbs، سوم to do verbs. اولین فعل کمکی که افعال کمکی ما to be verbs هستند. to be verbs یعنی افعالی که برای بودن، موجودیت یک شی دلالت بکنه باز اونها میگن to be verbs. to به بی بودن، verbs افعالی برای موجودیت و یا وجود یک شی که دلالت بکنه. این افعال سه تایه یعنی ما با سه فعل سر و کار داریم. am is are یعنی اینا با ترکیبی از ضمایر فاعلی استفاده میشه و معنی هستم رو میده. برای مثال میگیم I am احمد یعنی من احمد هستم. و دوم is یعنی است، میگیم she is a woman، او یک زن است. حالا در این مثال is به عنوان است استفاده شده یعنی باشی استفاده شده. و جلسه بعدی ما راجع به ترکیب خود ضمایر فاعلی با خود افعال کمکی صحبت خواهیم کرد. و همچنین حرف آخری are این چهار معنی داره: هستی، هستیم، هستند، هستید. یعنی این هر چهار معنی، مثلا میگیم we are، you are، they are و همچنین به جملات زیاد استفاده میشه. خب نوع دوم از فعل کمکی ما to have verbs یعنی فعل‌هایی که نشان میده برای داشتن و یا مالکیت یک شی. یک شخص یک شی را مالکه یا مثلا صاحب یک شی. برای مثال میگیم که من یک قلم دارم I have a pen. در اینجا ما to have verb به دو بخش تقسیم میکنیم یعنی دو نوع have verb داریم، یکی have یکی has که به جلسات آینده راجع به اینا بیشتر صحبت خواهیم کرد. و قسمت آخری و پارتی بعدی ما to do verbs از اسمش پیداست. to do یعنی افعالی که برای انجام یک کار دلالت میکنه. do یعنی انجام دادن. این to do verb ما دو تایه، یکی do و یکی does. do و does. با جلسه های بعدی راجع به اینا صحبت بیشتر خواهیم کرد و معلومات کافی درباره اینا خواهیم داد. دوستان عزیز، این بود جلسه ششم ما. امیدوارم که از درس استفاده خوب و موثری برده باشید. تا جلسات بعد شما را به الله پاک و بی‌نیاز می سپارم.